هیداتی بیداد دردم تاو تاوام هیداتی بیداد دردم تاو تاوام شوالنا ضيمنا سنة ونبي آوا شاولنا ضيمنا سنة ونبي کشتی یونانی، جایی که همتون باش خاطره دارید، همتون باش عکس دارید، ولی کمتر کسی در مورد اون میدونه که واقعا چرا اصلا باید 60 سال این کشتی اینجا به خاک بشینه و به همچین روزی بیفته. متاسفانه هیچ کس نمیدونه، اطلاعات خیلی دقیقی هم ازش نیست، ولی امروز قراره تو این ویدیو همه اینا پاسخ داده بشه و اطلاعات دقیق و جامعی در موردش بدونیم، به صورت 100% کامل بدونیم که اصلا چی هست، چرا اینجا اصلا اومد تو جزیره کیش، چرا اصلا به خاک نشسته، قراره بدونیم. در زمانهای خیلی دور، در زمانهایی که کشورها در درگیری بزرگی به سر می بردن، در آن بحبوحه توی شهر گالاسگو اسکاتلند این کشتی توسط شرکت ویلیام همیلتون ساخته شد. طبق منابع‌های معتبر در وسط جنگ که در سال 1943 بود، این کشتی وظیفه نظامی نداشته است، برای امور تجاری ساخته شده بود و مأموریت‌هایی که داشت از جمله حمل و نقل‌های محموله به سمت انگلستان بود که این کشتی در زمان جنگ اسمش امپایر ترامپت بود. به مدت 3 سال برای وزارت حمل و نقل جنگ بریتانیا کار کرد، یعنی از سال ساختش 1943 تا 1946. مسیرهایی که میرفته بیشتر از اقیانوس اطلس و سایر مسیرهای دریایی بوده تا به انگلیس در اون زمان جنگ کمک‌های حیاتی رو برسونه. در اون زمان انگلیس به شدت زیر فشار بود و باید سریع بهش مهمات میرسید. و این کشتی داستان ما حتی در اون زمان بخش از کاروان‌های دریایی بوده که بیشتر اوقات زیردریاهای آلمانی بهشون شبیه خون می‌زدن، که البته این کاروان‌ها توسط ناوشکن‌های آمریکایی و ناوچه‌ها اسکورت می‌شدن. میتونیم برای مثال به فیلم گریهاند با بازی تام هنگس اشاره کنیم که دقیقاً همین شرایط رو به تصویر میکشه و شما میتونید برای درک بهتر به این فیلم رجوع کنید. این کشتی در اون دوره با توجه به زمان خاصی که توش بوده در بازه زمانی تقریبی 3 تا 6 ماه ساخته شده. این عدد نمایانگر سرعت بالای زمان ساخت رو نشون میده که چقدر سریع این کشتی ساخته شده و چقدر شرایط در اون زمان حاد و خاص بوده. و با خوشبختی های فراوان کشتی داستان ما از جنگ جان سالم به در میبرد که در سال 1945 که دیگه انگلستان به این نوع کشتی ها نیازی نداشته و اولویت هاش تغییر کرده، این کشتی رو به چند شرکت خصوصی میفروشه که سرانجام به یک مالک یونانی میرسه که از شانس بعدش این کشتی توی جزیره زیبایی که در ساحل روستای باغو به گل میشینه. خب دلیل به گل نشستن اصلی کشتی یونانی ممکن بپرسید چیه؟ دلایل خیلی زیادی داره، شایعه‌های خیلی زیادی هست، ولی خب اصلی ترین و منطقی ترینش به صورتی که میتونیم بهتون بگیم اینه که به خاطر تو اون دوران هولوش این که این کشتی 58 سال الی 60 ساله که
اینجا به گل نشسته و اصلی ترین دلیلش و منطقی ترین دلیلش اینه که به خاطر نبودن نور و نبودن فانوس دریایی و امکانات این کشتی به خاطر نبودن دید به گل نشست. از جمله دلایل دیگه‌اش خب یه تعداد شایعات دیگه است که به اونا میپردازیم. و اما صاحب بعدی کشتی ما شرکت بخار شارنت هستش. واقع شده در لیورپول انگلستان و برای مدت 13 سال به اسم نچرالیست در این شرکت خدمت میکنه. در این بره زمانی مثل کار قبلی خودش به حمل و نقل تجاری میپردازه و به دریاهای زیادی مانند کارائیب، مکزیک و هند سر زد. بارهایی از قبیل پنبه و کالاهای تولیدی از بین قاره ها داشته و بعد از کلی سال و گذشت دریاهای زیاد بالاخره به ایران میرسه. یعنی در سال 1959 به ایران میاد و با مالکیت شرکت ایرانی لوید ایران که یک شرکت کشتیرانی بود نزدیک 7 سال در این شرکت با نام کوروش پارسی در کار و سپس برای 1 سال به یک شرکت ایرانی دیگه فروخته شد و نام کشتی ما به کشتی همدان تغییر پیدا کرد. و برای 1 سالی که در اونجا کار کرد میرسیم به بخش اصلی کار، یک خریدار یونانی که این کشتی رو در سال 1966 خریداری کرد و دقیقاً میشه گفت طی اطلاعاتی که به دست آمده از بندر امام خمینی شروع به حرکت میکنه و دقیقاً در همون سال یعنی 1345 شمسی این کشتی به گل میشینه و در اون زمان که کشتی در دست صاحب یونانی بوده نام کشتی ما خلایف بوده و پایان. همونجا صبر کن. گرفتی؟ خب بذاری چند از بگذاره. خب از جمله شایعه‌های دیگه‌ای که در مورد کشتی یونانی هست چیه؟ یعنی اون منطقی ترینش رو توی اون قسمت قبلی گفتیم. الان اون 2 تا شایعه‌ای که واقعا یه ذره منطقی نیستن رو می‌خوایم بگیم. 2 تا دلیل اصلی و شایعه خیلی معروفی داره. یکی اینه که به خاطر اینکه کاپیتان این کشتی عاشق شخصی تو داخل این روستای باغو توی جزیره کیش بود به نام مریم که خب شایعه است میگن. و یکی از دلایل باز مجدد معروفه دیگه‌اش اینه که به خاطر خریدن سیگار اومده بودن اینجا و متاسفانه به گل نشستن و 80 روز زحمت فراوان کشیدن برای به در آوردن این کشتی ولی خب متاسفانه نتونستن کاری بکنن و الان که می‌بینیم 58 ساله که این کشتی اینجا و به یک جای توریستی تبدیل شده ولی خب الان بیشتر شبیه یک خرابه است و داره نابود میشه متاسفانه. کاری نمیشه کرد، پس به این باش خاطره بسازیم.
پایان داستان ما و پایان این داستان مستند ما و یه جورایی هم میشه گفت پایان کشتی یونانی که نزدیکه. امیدوارم تا اینجا اطلاعات خوبی رو رسونده باشیم بهتون، اطلاعات خوبی متوجه شده باشید که داستان‌های اصلی چجوری‌ان، چه شایعه‌هایی پشت سرشونه و غیره. و همین تقاضای حمایت خیلی خوب ازتون دارم. سپاسگزارم تا اینجا که ویدیو نگاه کردین. ممنون از شما. خب از داخل کشتی یونانی اومدیم بیرون، از داخلش فیلم برداری کردیم و خب یه نمای زیبایی هم از کشتی یونانی حکاکی شده روی سنگ می‌بینیم این طرف که اینم زیباه، خیلی هم زیباه و واقعا خوبه. ولی خب بدونی موضوع اصلی چیه؟ اینکه زیبایی اصلی روبرومونه.